فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بیننده دیگری پرسیدن که با عرض سلام خدمت برادران مجاهد و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سوالی داشتم آیا گوشت حیوانی که بدون ذکر اسم الله ذبح شده باشد حرام است و مثل مرغ پرکنده که در کشتارگاه ها معلوم نیست چه کسی و چگونه ذبحش میکنه؟ و با تشکر از برنامه خودت. این دو شق سوال تقریبا با هم دیگر یک مقدار تضاد دارند. اگر واقعا یعنی معلوم بشود که یک فردی یک حیوانی رو ذبح کرده و غیر مسلمان هست، یا این که عمدن در وقت ذبح نام غیر الله رو برده، یک فرد غیر مسلمانی یعنی کافر مطلقی، نه اینکه کتابی اهل کتاب باشه، یهود و نصارا باشه، یک کافر مطلق، یک مجوسی که اصلا به الله متعال ایمان نداره این کار رو انجام داده باشه، یا یک فردی در وقتی که این حیوان رو ذبح کرده نام غیر الله رو برده، در این صورت قطعا این کار به اصطلاح این گوشت حرام هست و خوردنش جایز نیست. پس اگر کسی که غیر مسلمان، یعنی غیر از مسیحیان و یهودیان، غیر از اهل کتاب، بله، کسی که پیش دین و آیین پایبند نیست بیاد و ذبح بکنه، این یک ولو هرچی بگه. و دوم این که مسلمانی که نام غیر الله رو بگه. بله، مسلمانی که قصدا نام غیر الله رو در هنگام ذبح ببره، در این صورت این دو صورت که حرام قطعی هست، در این مورد هیچ اشکالی وجود نداره. اما در موردی که مثلا یعنی فرض بکنی یک فردی اومده در مثلا مسلمان هست اساسا و الان ما وسواس داریم که آیا این مسلمان، این قصاب زمانی که این حیوان رو ذبح کرده بسم الله گفته یا نگفته؟ اصل بر این است که گفته، اصل این است که این فرد مسلمانی هست و معتقدی هست و این یک صورت که در این صورت هم اشکالی نداره. ما نباید در این زمین وسواس اضافی به خرج بدیم و دنبال این نباشیم که اثبات بکنیم که این فرد این بسم الله رو نگفته، ولو این که مسلمان بسم الله رو فراموش کرده باشه، اساسا بهش اعتقاد داره، ولو این که بسم الله رو فراموش کرده باشه، باز هم در واقع این حلال هست و جایز، اشکالی نداره. و نهایتا این است بنابر حدیثی که از حضرت عایشه رضی الله تعالی در این زمین نقل که سم الله انتم و کلوا، شما بسم الله بگید و بخورید. اما وقتی که یعنی مسلم هست که فردی که ذبحش کرده مسلمانه، هیچ گونه اشکالی در ذبیحش وجود نداره ولو اینکه بسم الله را فراموش کرده باشه. اما در مورد مرغ‌هایی که یا حیواناتی که در کشتارگاه‌ها به صورت به اصطلاح تجهیزاتی که وجود داره کشته می‌شوند، با تیغ برقی کشته می‌شوند که با یک ضربه مثلا امکان داره 1000 تا کمتر و بیشتر مثلا مرغ رو مثلا سر ببرن، این بازم قول راجح در این زمینه و فتوای عموم علما در جهان اسلام این است که باز هم خوردن این مرغ‌ها و این به اصطلاح حیوانات و گوشت‌ها جایز هست، هیچ اشکالی رو نداره، به شرط این که اون فردی که این کار رو انجام میدهد مسلمان باشد. اون فردی که مسئول ذبح هست در یک کشتارگاه یا در یک مرغداری اون مسلمان باشه و هنگامی که به اصطلاح اون دکمه رو میزند یا اون دستگاه رو به حرکت در میآورد بسم الله گفته باشه که این اولاتر و بهتر است. اما اساسا این که شرط اصلیش اینه که مسلمان باشه و اگر فراموش هم کرده باشه اشکالی به وجود نمیاد. این دقیقاً یعنی این در باره فقهی وقتی که بیام اینو با اون فقه قدیم بخوام تطبیق بدیم، مثالش دقیقاً مانند این میمونه که یک فردی مثلا چند تا مرغ را یک جا گرفته باشه با یک دست و با یک ضربه همه رو سرشون ببره، حکمش چی هست؟ جایز هست، هیچ گونه اشکالی رو نداره. این دقیقاً با یک چی فراتر و بزرگتری مثلا میتونیم برای یک کارخانه مثلا در یک کشتارگاه اینو تطبیق بدیم. چند تا مرغ رو ردیف کردن، اون یک فرد مثلا یک آله بزرگی مثلا در دستش هست، کاردی هست، یک چرخ دستگاه به هر صورتی که باشه، این با حرکت دادن اون دستگاه یا با فشار دادن دکمه همون عملی رو انجام میده که اون کسی که در واقع ذبح با دست ذبح میکنه. پس بنابراین هیچ گونه اشکالی رو نداره و در این زمینه ما نباید وسواسی رو داشته باشیم. منتها در مواردی که مطمئن هستیم که صاحب شرکت مسلمان نیست یا از یک کشور غیر مسلمان اومده، معتقد نیستند، اساسا کافر هستند، اون یک حکم جداگانه داره. همین موضوع جناب دکتر، جناب استاد، همین موضوعی که اشاره فرمودید، خب مواردی هست که ما اصلا کلا گوشت هایی که وارد میشه بیشتر به اسم گوشت های یخچالی و منجمد که مشهور است، این گوشتایی که وارد کشورهای اسلامی ما میشه، این گوشت‌ها خب کشورهای از گوشتایی هستن مثلا برزیلی هستن، گوشتایی هستن چه مرغ باشه چه حتی گوشت گاو باشه و حالا این گوشتایی که وارد میشه و خیلی جاها حجمش هم خیلی زیاد هست و
سوای مباحث بهداشتی که حالا تاریخ مثلا تاریخ مصرفش و مباحث دیگر، آیا این گوشت های یخچالی که از کشورهای اومده که ما اصلا نمیدونیم که این به هر حال کی کشته این رو، آیا اونها جواز داره استفاده کردنش؟ ببینید برخی از شرکت ها حتی در کشورهای دیگر یعنی نماینده دارند. بعضی از شرکت های وارداتی که مواد غذایی خصوصا گوشت وارد میکنند نماینده دارند در شرکت های خارجی و اونجا نظاره‌گر این موارد در واقع ذبح هستند و اشرافی بر این کارها دارند. اگر در این موارد ما باید اینو مد نظرمون باشه فلان کشوری که از اون گوشت وارد میشوند آیا مسلمان هستند؟ اگر مسلمان باشن که بحثی نیست، و اگر ثابت بشه که اهل کتاب هستند با روش خودشون اونو ذبح میکنند باز هم اشکالی نداره، یعنی مسیحی باشند یا یهودی باشند و ذبح میکنند حیوان رو، یعنی سر میبرند، هیچ گونه اشکالی رو نداره. اما اگر ثابت بشه که اونها مثلا با شوک برقی این کار رو انجام میدن یا بر ضربه‌ای که بر سر گاو و گوسفند مثلا بزنن بیهوشش میکنن میفته و اون خونش جاری نمیشه، در این صورت این خوردن اینها جایز نیست. اما در صورتی که ثابت باشه که مثل به روش اهل سنت و الجماعت یا به روش مسلمانان ذبح میکنن سرشون رو میبرن، در صورتی که اهل کتاب باشند خوردنش جایز هست و هیچ اشکالی رو نداره.